طی قیام زن زندگی آزادی در کنار آمار گسترده جانباختگان، زنان و رنگین کمانی‌های معترض و بازداشت شده بسیاری نیز مجموع خشونت‌ها و شکنجه‌های جسمی، آزارهای روانی و کلامی، تجاوز جنسی رو متحمل شدند. این بخش از خشونت‌های چندگانه علیه زنان معترض در بازداشتگاه‌ها در کنار آمار بالای زنکشی و قتل‌های ناموسی و کویرکشی در بازه قیام ژینا و پیش از اون حاکی از سیطره قوانین ضد زن و رویکرد ایدئولوژیک علیه بدن و حق حیات زنانه که از همان نخستین روزهای استقرار حاکمیت اجرایی شده. اما میبایست در کنار برشماری مجموع شکنجه‌های زنان معترض در بازداشتگاه‌ها و یا قتل افراد رنگین کمانی در جریان قتل‌های ناموسی و زنکشی سوژگی اونها رو نیز برجسته کنیم. اونها زنان و دختران جوانی هستند که برای پایان دادن به خشونت‌های قضایی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی علیه خود و برای حق طلاق، حق کار، حق تحصیل، ایستادگی علیه حجاب اجباری، حق برابری جنسیتی و در یک کلام ایستادگی علیه کلیت نظام و حق زندگی برابر و شرافتمندانه به خیابان آمدن و یا مبارزه را از درون خانه علیه تار و پود یک ساختار مردسالار آغاز کردند. برابرانه برنامه‌ای است برای زنان، برنامه‌ای برای درک بهتر از تبعیض علیه زنان در ایران و رویدادهای مهمی که زنان ایرانی با اون زندگی و مبارزه می‌کنند. من مرجان نقیه هر هفته با برنامه برابرانه با شما هستم. با ما باشید. سلام بردیای عزیز، به برنامه برابرانه خوش اومدی. خیلی خوشحالم که این هفته هم میزبان تو در برنامه برابرانه هستم. من هم درود میفرستم. امیدوارم که برنامه خوبی در پیش داشته باشیم. در بحثی که هفته گذشته با هم داشتیم پرسشی باقی موند که علاقمندم ابتدا پرسش رو از تو بپرسم و بعد برگردیم به سوالهایی که در مورد خود برنامه برابرانه هست. پس از اینکه 1 سال از خیزش زن زندگی آزادی و همینطور شعار اون گذشته، چطور میشه از حال به بعد درست و مؤثر عمل کرد؟ خب این رو میشه از دیدگاه‌های خیلی متفاوتی دربارش حرف زد. من فکر میکنم که ما جوری در موضع عملگرایی قرار گرفتیم که هر گونه ژست یا ادایی که بخوایم در واقع نسبت به این شعار با اصالت بالا نشون بدیم به شدت از سمت زنان و جامعه‌ای که در حال مبارزه با جمهوری اسلامی هست پس زده خواهیم شد. و طبعا برای اینکه بتونیم همراهی ایجاد بکنیم، برای اینکه بتونیم برای هر نوع در واقع کاری که به صورت اجرایی میخوایم انجام بدیم آدم‌ها رو به سمت خودمون جلب بکنیم، چون به هر حال داریم کار سیاسی انجام میدیم و توی این پروسه لازمه که هر نوع اکتی یه اکت حقیقی باشه، یه اکت واقعی باشه. حالا من بخوام اگر مثال بزنم شاید به طور عینی و ملموس این دستمون بیاد که به چه صورته. ببینید خب طی سالهای گذشته ما جامعه‌ای که سیاسی بوده و خارج از کشور بوده و طی این سالها رفته گروه‌های خودش رو شکل داده، سازماندهی کرده، حالا در حدی که توانش بوده، عموماً در واقع شما با گروه‌های مردانه مواجهی. خب ما برای اینکه این قاعده رو بشکنیم باید از خودمون شروع بکنیم. یعنی ما تو هر گروه سیاسی یا اجتماعی که حضور داریم طبعا اینطوره که باید جای رو باز بکنیم، شرایطی رو ایجاد بکنیم که بسیار بسیار زنان مستعدی که توی عرصه سیاست فعالیت میکنن بتونن راهشون رو باز بکنن و صاحب تریبون بشن. ما الان تعداد زنهایی رو که داریم خب خیلی تعدادشون زیاده، ولی عمدتاً کسایی نیستن که تریبون ها رو در اختیار داشته باشن. اگر بخواد این اتفاق بیفته و ما به دنبال اون ایجاد اون همراهی باشیم، طبعا باید این رو توی یک سطح بالاتری از
در واقع سازماندهی هامون شروع بکنیم و در مرحله بعدی سعی بکنیم برنامه‌های مشترکی رو بین گروه‌های سیاسی تدوین بکنیم. همین الان که من با شما حرف میزنم، خب شورای مدیریت گذار در واقع در داخل یک پیمان همکاری با گروه‌های سیاسی دیگه حضور داره. خب میشه تو همین چارچوب برنامه‌های مشترکی رو تعریف کرد و بر اساس اون برنامه‌های مشترک در کارهایی رو انجام داد که به جامعه نشون بدیم که ما این شعار زن زندگی که داره از سمت شما میاد، ما این رو متوجه شدیم و این متوجه شدن رو آدم‌ها بر اساس حرف ما که نمیفهمن، این رو بر اساس عملی که انجام میدیم و اون عمله به نوعی اونقدر باید درخشان باشه، اونقدر باید اثرگذار باشه که به نوعی تایید بکنه که ما با یک وضعیت صادقانه‌ای مواجه هستیم و عمل ما یک نوع عمل ریاکارانه نیست که باعث پس زدن بشه. من فکر می‌کنم این شروع خوبیه که اگر انجام بشه و در واقع پیشاهنگ اون گروه‌های سیاسی باشه، خب طبعا میتونه خیلی همراهی‌ها و توجهات رو به خودش جلب بکنه و دریچه‌های بزرگی رو برامون باز بکنه. بعد جان 94 برنامه برابرانه در واقع ساخته شد و طی 94 هفته تهیه و نوشته شدن. برای بیننده ها اگه میشه توضیح بده که با چه هدفی در واقع برنامه ها نوشته و تهیه شدن. در واقع میخوام این رو بهش اشاره کنم که بیننده ها شاید علاقمند باشن که بدونن نویسندگی برنامه ها به عهده چه کسی بوده و چطور موضوعات انتخاب شدن. بله خیلی ممنونم. بله 94 برنامه کم نیست تعدادش، ولی اگر من بخوام این رو یه جورایی مجزا بکنم، ما توی قالب این برنامه ها خب نویسندگیش به عهده خودم بود. شاید بگم 2/3 اینها، شاید هم بیشتر، من خودم نوشتم اینها رو و یه بخش دیگری رو هم اختصاص دادیم به این که بتونیم بازتاب دهنده نوشته های از دیگران باشیم. یعنی اینطور بود که خودم جستجو می‌کردم تو فضاهای مختلف ببینم که در واقع چه کسانی درباره چه موضوعاتی از جامعه زنان ما در ایران دارن می‌نویسن و چقدر به هر حال در واقع بررسی این که اون متن چقدر مهمه و میتونه خوب باشه تو اون برنامه از برابرانه استفاده شد. اما اینکه بگم در واقع با چه هدفی بوده، خب میدونیم ما توی شورای مدیریت گذار به هر حال یکی از تحلیل هایی که توی همون اوایل پایه‌گذاری شورای مدیریت گذار مطرح بود این بحث بود که ما جامعهمون داره با خودش رو به نوعی با گسل‌های زیادی درگیره و این گسل‌ها نوعی تبعیض بحرانی رو به این جامعه تحمیل کرده. یکی از اون گسل‌ها خب بحثی بود که خیلی درباره‌اش صحبت شده، گسل جنسیتی هست و خب درباره این گسل خب طبعا لازم بود که شما در عمل هم نشون بدی که توی یک برنامه‌ای میخوایی که این رو باز بکنی، درباره‌اش حرف بزنی و اینکه حالا به چه شکلی باشه که بتونه موفق تر باشه. من امیدوارم که اثر خودش رو هرچند اندک گذاشته باشه. سعی کردیم به اون قسمت هایی پرداخته بشه که در واقع شرایط کنونی ایرانه، نه اون چیزی که من دلم میخواد دربارش بنویسم یا اینکه شرایط خود شورا ایجاب کرده که بیایم دربارش بنویسیم. فکر میکنم این توضیح کافی باشه. بردیا جان موافقه که با هم یک نگاه کوتاهی داشته باشیم به 94 برنامه‌ای که در این 2.5 سال گذشته ساختیم و تهیه کردیم؟ حمایت از کسی که از تجربه آزار جنسی پرده برمی‌داره همونقدر که مهمه دشوار هم هست. روز پنجشنبه 15 دی قانون جدید حجاب نیز منتشر شد. لازم است که گروه‌های بیشتری اجتماعی در داخل ایران به مفهوم زن زندگی آزادی بپیوندند. ما سیستمی داریم که اگه از اون استفاده کنید به سود همه مخاطبانه. همه ما بارها به ذوق و حسن سلیقه ایرانیان در ساختن شعارها آفرین گفتیم. فوق‌العاده است، در حالی که اعتراضات فقط در مورد رفتار با زنان نیست. ما این حکم رو به عنوان یک پیروزی تاریخی برای جنبش زنان در کلمبیا جشن می‌گیریم.
دولت ایران کشور را به روی خبرنگاران خارجی بسته است. فقط با آگاهی و انگیزه میتونیم به شکنجه غلبه کنیم. پس از شلیک گلوله از فاصله نزدیک بینایی خودشون رو از دست دادن. تبعیض حقوقی عموماً همراه با تحمیل تحقیر و تحریم افراد از حقوق انسانی و شهروندیشون اتفاق میفته. این عمل در سطح بین‌المللی به عنوان نقض حقوق بشر دختران و زنان شناخته شده. فمینیسم دانه کاشتن است. هویت‌های جنسی و جنسیتی متفاوت در ایران. اکثر مردم از زن و مرد با حجاب اجباری مخالفند. نوعی از کارکرد ممنوع از منفعت در جهت انقیاد هرچه بیشتر زنان است. اندیشه تبعیض محور رو به چالش کشیده. فکر می‌کنم این وضعیت هوشیاری و آگاهی نسل جدید در واقع آگاهی والدین این دختران را نیز نشان می‌دهد. آرمان‌های زن، زندگی، آزادی چه چیزهایی می‌توانند باشد؟ بیابان باشیم، تظاهرات کنیم. یک موقعی هم هست که می‌گوییم تظاهراتمان را کردیم. آرزوهای کودکی یک دختر که از خلال تربیت بر ساخته فرهنگ اجتماعی که در بازی و خیال کودک شکل گرفته است، از یکی از طریقی که انتظار نمی‌رفته باردار شده. متاسفانه باکره بودن برای زنان به عنوان یک مزیت و فضیلت در نظر گرفته میشه. ولی وقتی داریم راجع به آپارتید جنسیتی صحبت می‌کنیم نمیتونیم از افراد ترنسجندر صحبت نکنیم. شیوع خرافات و باورها و نگرش‌های دروغین و بی‌پایه بر مبنای کنترل بدن زنان، حفظ بکارت به بهای جان نباشد تو هم نباش. باید به روشنی گفت آنچه پس از 40 روز به دست آمده جایگزینی و تثبیت نام زن بر تمام کلمات سکودار پیشین هست. اما خوشبختانه امروز چنین خواستی در بین اغلب زنان و حتی عده کثیری از مردان پیشرو ما نیز امری بدیهی و پذیرفته شده و با شجاعتی مثال زدنی برای احقاق برابری با مردان می‌کوشند و مبارزه می‌کنند. روشن بود که اون با حیله‌گری تمام موضوع اجبار پوشش رو برای عرصه عمومی مطرح نکرد. مردان بسیاری در جهان متمدن همراه با زنان و هم‌آواز با آنان میباشند. این یک ننگ ملی است که سیاستمداران امریکا در وهله اول صلاح دیدن با قصابان جمهوری اسلامی مدارای بیشتری رو در نظر بگیرن. و ممنون که منو در این برنامه داشتین و برای شما و همه بینندگانتون ماه افتخار، ماه پراید خیلی خوبی رو آرزو میکنم و روزها و ایام خوشی داشته باشین. روزتون بخیر. خدا نگهدار. سپاسگزارم از همکارانم در اتاق تدوین که تونستن این امکان رو به ما بدن که کوتاه مروری داشته باشیم بر برنامه‌های برابرانه. میخوام ازت بپرسم که برای کسانی که دغدغه زنان دارن و در واقع خودشون رو اکتیویست و فعال حقوق زنان میدونن، فکر میکنی میبایست چه کار انجام بدن برای زنان؟ این پرسشی هست که خودت هم خواسته بودی در یکی از برنامه‌های برابرانه ما در واقع بپرسید. به عنوان یک اکتیویست، به عنوان یک فعال حقوق زنان، به عنوان فردی که دغدغه زنان داره، به صورت عملی چه کار باید انجام داد؟ خب این آدم به آدم من فکر میکنم متفاوت باشه. یه وقتایی میدونی بستگی به تجربه شخصی آدم ها داره، بستگی به این داره که حالا اون اکتیویست چه جایی داره کار میکنه یا اون فردی که فعال سیاسی چی کار میکنه. ولی عموما اگر بخوام بگم، من نظرم اینه که خب وقتی توی ما چنین جامعه ای از وضعیت در واقع شکاف جنسیتی داریم زندگی میکنیم، طبعا اولین چیزی که باید به ذهن من بیاد اینه که صدای بخش عمده‌ای از جامعه در حال در واقع سکوت مطلق و مرگاوریه. بخشی از این سکوت رو، بخش بزرگیش رو حکومت در واقع تحمیل کرده به این جامعه و در بخش دیگری مردانی مثل ماها همراهی کردیم باهاش. این پذیرش این موضوع که این اتفاق صورت گرفته در جامعه ما، من فکر میکنم قدم اوله، اون بحث پذیرشش که این ظلم وجود داشته، این تبعیض وجود داشته. در مرحله دوم اینه که فکر میکنم با رفتارامون نشون میدیم. ما خیلی جاها مرجان عزیز ما یعنی ادعا میکنیم درباره یه چیزهایی، دربارهش حرف میزنیم و به نوعی ما رو به لحاظ شاید سطح دانشمون، سطح کارهایی که انجام داده باشیم، ما رو آدم روشنفکر و متفکری نشون بده. ولی موضوع اینه که
آدم‌ها فرزند موقعیت هستن. اینکه چقدر شما تو موقعیت قرار بگیری و دقیقاً منطبق بر اون چیزهایی که دربارش ادعا کردی رفتار بکنی، اینجا اون نکته کلیدیه که ما همین تو این فضا الان یقه خیلی ها رو گرفته. یعنی مثلا خیلی ها رو من میبینم مثلا میاد طرف میگه زن زندگی آزادی، بعد مثلا تو زندگی شخصیش حالا مثلا یا آدمیه که داره به قانون ارث برخورد کرده یا مثلا به یه موضوعات مشابه این برخورد کرده، بعد حالا داره راجع به این حرف میزنه که باید برگردیم به قانون. خب چه قانونی؟ ما داریم راجع به یه چیزی صحبت میکنیم، میخوایم همه اون چیزی که وجود داشته رو ازش بگذریم. ما هیچ پیوندی با اون شرایط مسدود کننده و ظالمانه نباید داشته باشیم. اینکه هر چقدر اینها رو تو مناسبات فردی، عاطفی و روانی خودمون با هر زنی که مقابلمون هست برقرار بکنیم، ما به نظرم یه قدم به جلو برداشتیم. ادعایی هم نداریم. موضوع اینه که خیلی جاها خیلی از ماها اشتباه کردیم. اما اینکه الان شما قدم‌های بعدی چیه؟ میخوای به عنوان یک مرد آگاه شدی یه چنین فضایی وجود داره، حالا قرار رفتاری انجام بدی، اون رفتاره حداقلش برای شما به عنوان یک مرد فعال سیاسی یا حقوق بشر چجوری تعریف میشه؟ این رو هر کسی من فکر میکنم جداگونه میتونه دربارش حرف بزنه و بهش پاسخ بده. خیلی ممنونم از حضور تو بردیای موسوی عزیز. امیدوارم که باز هم این شانس رو داشته باشیم که میزبان تو در برنامه برابرانه باشیم.